بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اینک ما درس خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب 48 سؤالا في الصيام، یعنی 48 سوال آیه روزه لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميعا. از آن شیخ علامه محمد بن صالح العثيمين الله سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کند. درس ما آغاز می‌یابد تحت سؤال 20 آنجا که می‌فرمایند اذا لم يعلم الناس دخول الشهر الا بعد مضي وقت من النهار فهل يجب عليهم امساك بقية اليوم ام قضاء؟ وقتی که مردم ندانند داخل شدن ماه رمضان را مگر بعد از گذشتن اندکی از وقت روز، یعنی نصف روز شده است و حالی مردم ندانستند که رمضان در آمده است یا نه، پس آیا به اونها داشتن همون روز واجب می شود یا که قضای همون روز واجب می شود؟ شیخ می فرماید که اذا علم الناس بدخول شهر رمضان في اثناء اليوم فانه يجب عليهم الامساك. شیخ می فرماید که وقتی که مردم داخل شدن ماه رمضان در نیم روز هم باشد دانند، واجب است به اونها چیکار کردن؟ روزه را داشتن. یعنی نصف روز شده است و بعد مردم میفهمند که رمضان در آمده است. واجب است چیکار کردن؟ واجب است یعنی که داشتنشون. لانه ثبت ان هذا اليوم من شهر رمضان، چون که ثابت شده است که امروز روزی ماه رمضان بوده است، فواجب امساکو، بنابراین واجب است این روزش داشتن. ولكن هل يلزمهم القضاء؟ ولی سؤال به میان میاد که آیا به اونها لازم هست قضاگی این روز داشتن؟ ای قضاء هذا اليوم، قضاگی همین روزه. فی هذا خلاف بین اهل العلم، در این باره، در این مسئله بین اهل علم، یعنی اهل علم خلاف است، اختلاف است. و جمهور العلماء يرون انه يلزمهم القضاء. جمهور علما گفتند که به مردم لازم می شود قضا، لانهم لم ينووا الصيام من اول اليوم، زیرا که بایها روزه گرفتن از اول روز نیت نکردند. بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نیه، بلکه بسرشان نیم روز یا قسم روز گذشته است بی نیت. وقد قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که انما الاعمال بالنیات، هر آینه عملها با نیت ها وابستگی دارند. و انما لكل امرئ ما نوى، و برای هر یک انسان آن است که همان را که نیت کرده است، یعنی به نیتش میگیرد یک چیز. حدیث بخاری مسلم روایت کرده. و ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يلزمهم القضاء. بعض اهل علم بچنین عقیده اند که یا که بچنین رأی اند که به ایشان به مردم قضا لازم نمی شود. چرا؟ لانهم كانوا مفطرين عن جهل، زیرا که وایها ندانسته روزشون خوردن تا نیم روزه یا که تا یک قایده. والجاهل معذور بجهله، شخص جاهل به سبب جهلش عذر دارد. ولكن القضاء احوط و ابر للذمه، گفتند که ولی قضاگی همون روز داشتن این با احتیاط است و از عهده ساقط کردن است، از گردنش ساقط کردن، از عهده برآمدن است. وقد قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که آنچه را که در آن یا که نسبت آن شکاور هستی او را ترک کن و بگذر به آن که تو نسبت آن شکاور نیستی. فما هو الا يوم واحد، این یک روز بود است بس. و هو يسير، این خیلی هم آسان است. لا مشقت فی، در این یک مشقتی نیست. و فيه راحت للنفس، در این یک برای نفس خودم چه راحت است. و طمأنینة للقلب، و قلبت آرام میگیرد به این. سؤال 21 هل يأثم المسلمون جميعا اذا لم يتراءى احد منهم هلال رمضان دخولا او خروجا؟ یعنی آیا مسلمان ها همه گناهکار میشوند وقتی که یگان کسی از آنها برای دیدن ماه نبرآمده است، ماه رمضان نه در آمده نشد دیده است و نه
برآمدن این ماه. فهمیدید؟ یعنی همه بی پروا در خونه با امید تلویزیون شستای یا که رادیو. ترى الهلال شيخ فرماد هلال رمضان أو هلال شوال أمر معهود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهد الصحابة رضي الله عنهم. خب يعني دیدن ماه رمضان دیدن و ماه شوال دیدن یک کاری معهود است، مشهور است، در زمان صحابه ها بود رضی الله عنهم. لقول ابن عمر رضی الله عنهما بنابر سخن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که گفت ترى الناس الهلال، مردم همه به دیدن هلال برآمدند. فاخبرت النبي صلی الله علیه و آله و سلم، و از میان وی ها من به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر کردم انی رأیتو که من وی را دیدم فصام و امر الناس بالصيام، در نتیجه او روزه گرفت و مردم به روزه گرفتن این ماه امر فرمود. ابو داود و شیخ البانی نه صحیحش گفته است. ولا شك ان هدي الصحابه رضی الله عنهم اكمل الهدي و اتمه، شک نیست که راهنمایی صحابگان رضی الله عنهم از همه کامل ترین راهنمایی است و پرترین. سؤال 22 اذا اسلم رجل بعد مضي ايام من شهر رمضان فهل يطالب بصيام الايام السابقه؟ وقتی که یک کس مسلمان شود بعد از گذشتن یک چند روزی ماه رمضان، آیا از این شخصی مسلمان شدگی، نو مسلمان شدگی طلب کردن می شود روزهای گذشته را روزش دارد؟ شیخ می فرماید هذا لا يطالب بصيام الايام السابقه، این راه با روزه گرفتن روزهای گذشته طلب و درخواست کردن نمی شود، طلب کردن نمی شود. لانه كان كافرا فيها، زیرا که در اون ایام وی کافر بود. والکافر لا يطالب بقضاء ما فاته من الاعمال الصالحه، از کافر اون اعمال صالحه که از او فوتیده است قضاگی و یا را طلب کردن نمی شود. تو یک وقت تو باید که سال گذشته باید حج میکردی، حج نکرد، حج نکرد. و یک سال تو باید جهاد نکردی، جهاد فرض بود، تو جهاد نکردی، یا کی مثلا یا کی نمازات نخوندی، طلب کردن نمی شود. لقوله تعالى بنبر قول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بگو برای کافرها اگر از کفرشون دست کشن چی کاری که پیش کردن و اینها را بخشیده میشه. یعنی که نکردگیشون با مانند کردگی ان شاء الله اکورای یعنی که نیک میگوشتیم. ولأن الناس كانوا يسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يأمرهم بقضاء ما فاتهم من صوم ولا صلاة ولا زکات، زیرا که مردم در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسلام قبول میکردند ولی ویها را امر نمیفرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قضای اون چیزی که از ایشون فوتیده است، مثلا قضای روزه نمیگوشون، قضای نماز و قضای زکاتشون نمیگفت. ولكن لو اسلم في اثناء النهار فهل يلزمه الامساك والقضاء؟ ولی سوال به میاد که اگر اسلام قبول کنه در روزی رمضان، یعنی در میانی روزی رمضان، آیا به او لازم است چیکار کردن؟ روزه گرفتن یا که قضا کردن؟ او الامساک دون القضاء، یا که دارد و بی قضاگی. او لا یلزمه امساک ولا، یا که مثال گیریم به او لازم نمی شود روزه داشتن و قضا هم لازم نمی شود. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، يعني مثلا دم خلاف بين أهل العلم. والقول الراجح قول الراجح، يعني قول أزهم الراجح من السيك إنه يلزمه الإمساك دون القضاء، بين لازم السي باقي روزة دوشتنه بقضاء، فيلزمه الإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، ولازم السي بأوج كردن دوام روزش داشتن، زیرا که از اهل وجوب گشت، مسلمان شد آخه نصف روزی. ولا يلزم القضاء، با او لازم نیست قضا. چرا؟ لانه قبل ذلك ليس من اهل الوجوب، زندگی پیشین از اهل وجوب نبود. برای مثال بزنم فهو كالصبي، بمانند کودک از اذا بلغ في اثناء النهار، بمانند یک کودکی که در بین روز چی در میانی روز چی شد بگید در روز یعنی که به بلاغت رسید، فانه يلزمه الامساك، او لازم است چیکار کردن؟ باقی روزه داشتن. ولا يلزم القضاء على القول الراجح، او لازم نیست قضا به قول راجح في هذه المساله، ایضا در همین مسئله هم نیز همین طور میباشه.
خب يعني مسألة سؤال 23 هل يؤمر الصبيان دون الخامسة عشر بالصيام كما في الصلاة؟ آیا کودکایی که از 15 ساله پایان است امر بر روزه گرفتن کرده می شود اینها را چخیلی که در نماز امر کرده می شود؟ امروا اولادکم لسبع واضربوهم لعشر واضربوهم لها لعشر. نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام اذا اطاقوه. بله کودکایی را که حالی به بلاغت رسیدگی نیستند بر روزه گرفتن امر فرموده می شود اذا اطاقوا، وقتی که طاقتی روزه داشتنی داشته باشند. كما كان الصحابة رضي الله عنهم شخلك الصحابة يفعلون ذلك همین کار میکرده بودند بصبيانهم نسبت کودکاشون. وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليهم من الصغار بالصيام من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم. يعني اهل علم چنین نص یعنی چنین دلیل ذکر میکنند که ولی یعنی راهبر امر میفرماید کسی رو که از آن او هسته ولایت بر اونها، یعنی که کسی که در زیر دستری هوای و ولیگی راهبری میکند باید امر فرماید مثلا از جمله خودها را به روزه گرفتن برای خاطر اینکه یتمرنوا مشق کنند به همین عبادت یا که به همین روزه گرفتن و یلفون عادت کنند الفت پیدا کنند عادت کنند و تتتبع فهمیدید یعنی این همچون یک در طبیعت خود جایگیر کنانند اصول الاسلام اصول اسلام در طبیعت خود جایگیر کنند که وقتی پگه یک کس میگوید شو که این همچون یک چیز بیگانه نحسابند فی نفوسهم در نفسشون حتی تکون کالغریزة لهم همچون یک طبیعت برای خودشون حس کنند همچون یک طبیعت برای خودشون چی غریزه گفته طبیعت برای خودشون حس کنند. ولكن اذا كان يشق عليهم او يضرهم فانهم لا يلزمون بذلك. ولی میگوید شیخ اگر به اولایشان یکم مشقتی آردی که ضرر بینه از روزه گرفتن ایشان را مجبور کردن نمیشود لازم قرار دادن نمیشود بر روزه گرفتن. و اننی انبه هنا على مسئله يفعلها بعض الاباء. من در اینجا یک چیز تنبیه کردنی هستم که آیدی یک مسئله که بعضی پدرها میکنند اول اومدی که مادرها خیرن مادرم هستن و هي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابه رضی الله عنهم يفعلونه. یعنی بعضی پدرها و بعضی مادرای دلسوز چیکار میکنن کودکاشون منع میکنن از روزه گرفتن. این به خلاف کار و رفتار صحابگان میباشد که نسبت فرزندانشون میکردن. يدعون انهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم. دعواشون این بود است که کودکاشون به خاطر آن منع میکنن که دل ما میسه برایشون و اشفاقا عليهم یعنی که رحممون میاد. والحقيقة ان رحمة الصبيان بامرهم بشرائع الاسلام. از روی حقیقت گرم رحمخوری این نیست. رحمخوری کودکا این به امر فرمودن اونها انجام دادن قانونهای اسلام میباشد و تعبیدهم علیها اونها را عادت کنندن به قانونهای بشریعت اسلام و تألیفهم و ایها یعنی چی عادت کنندن است به اونها. فإن هذا بلا شک من حسن التربیت. این هم شک نیست که از تربیت خوب میباشد و تمام رعایت این نگهبانی پررحمی میباشد. فقط یک نگهبانی چیکار کردن سر شانه زدن و میساگرم سر شستن بدنش تازه نگه داشتن لباس نو خریدن نیست. از تمام رعایت فرزندان چیکار کردن شناسایی کردن به قانونهای شریعت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت آمدگی است که ان الرجل راع فی اهل بیته. مرد در خانواده خودش راهبر است و مسئول عن رعیته و جوابگر است از زیردستانش. حدیث بخاری مسلم روایت کرده. والذي ينبغي على اولياء الامور بالنسبه لمن والاهم الله عليهم من الاهل والصغار ان يتقوا الله تعالى فيهم. یعنی باید که لازم است با یعنی رهبرانی کار نسبت به کسانی که الله سبحانه و تعالی ویها را در بالای ویها خوجین قرار داده است راهبر مسئول قرار داده است خواه خانواده باشه خواه خورده باشند باید که در حق ویها از الله تقوا بکنند و ان یامروهم بما امروا ان
ان یأمروهم به من شرایع اسلام، باید که زیر دستان خود امر فرمایند به چیزی که مأمور شدگی هستند که باید که به همان امر فرمایند. یعنی مأمور شدگی هستند که باید دیگران را نیز به قانونهای الهی، به قانونهای شریعت اسلام امر فرمایند دیگران را نیز. نكتفي، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.